سلام، به نام خدا. بریم سراغ درمانگاهمون که امروز حسابی شلوغه و 17-18 تا مریض اومدن که همه‌شون از سرفه شاکیان و باید تعیین تکلیفشون بکنیم. بهتر اول از هم جدا بشیم. اونایی که سرفه حاد کمتر از 4 هفته دارن برن اتاق 1، اونایی که سرفه مزمن بیشتر از 4 هفته دارن برن تو اتاق 2. خب تو هر اتاق یکی از اینترنای عزیزمون رفته تا از مریضا علائم حیاتیشون رو بگیره و معاینه کنه و اونایی رو که تب و علائم سیستمیک دارن و از اونایی که تب و علائم سیستمیک ندارن جدا کنه. اتاق اولمون که سرفه حاد کمتر از 4 هفته بود، حمید و مجید و فاطمه تب علائم سیستمیک داشتن، ولی محمد و نصران و مینا و سمیه تب علائم سیستمیک نداشتن. آقا حمید که تب علائم سیستمیک داشت، گرافی آزمایشات خونش هم مختل بود. تشخیص پنومونی براش گذاشتیم و آنتیبیوتیکش رو شروع کردیم. اما آقا مجید و فاطمه خانم گرافی آزمایشاتشون نرمال بود که آقا مجید به خاطر آبریزش بینی و علائم سرماخوردگی با تشخیص آپر رسپیراتوری ترکت اینفکشن و فاطمه خانم با تشخیص برونشیوریت به خاطر مختصر تاکیپنی که داشت درمان حمایتی گرفتن و مرخص شدن. خب از بین اونایی که سرفه‌شون حاد بود علائم سیستمیک نداشتن، آقا محمد وسط بازی وقتی تو دهنش آجیل بود به سرفه افتاده بود که با تشخیص آسپیراسیون جسم خارجی فرستادیم تا برونکوسکوپی بشه. مینا خانم مثل دفعه‌های قبل که مامانش اسفندود می‌کرد و به سرفه می‌افتاد، این بارم بعد اینکه مامان بزرگش اسفندود کرده بود به سرفه افتاده بود. با تشخیص آلرژی براش اسپری شروع کردیم و گفتیم از این جور دود و دما دوری کنه تا خوب بشه. نسترنمون یکم بیحالتر بود و نمیتونست دراز بکشه و آب دهنش جاری میشد، ولی سمیه سرفه‌ای مثل پارس کردن سگ داشت که نسترن با تشخیص اپیکلوتیت و سمیه با تشخیص کروب بستری شدن تا درمان بشن. خب حالا بریم سراغ اتاقی که مریضای با سرفه بیشتر از 4 هفته و سرفه مزمن اونجا رفته بودن. اونجا هم اینترنمون رفت تا مریضا رو بر اساس اینکه علائم سیستمیک دارن یا ندارن از همدیگه جدا بکنه. اینجا بیشتر کاهش وزن و بقیه سیستما برامون مهم بود و البته معاینه ریه‌شون که بر اساس اون هر کدوم از دسته ها رو به 2 دسته با معاینه سالم و معاینه غیر طبیعی تقسیم کردیم. بین مریضایی که علائم سیستمیک داشتن 4 تاشون معاینه ریه نرمال داشتن. یکشون زهرا خانم بود که سالها سیگار کشیده بود و میتونست براش بدخیمی ریه یا COPD مطرح بشه. یکیشون آقا یاسین بود که بابا بزرگش 1 سال قبل به خاطر سل درمان شده بود و اون باید از نظر سل بررسی میشد. آقا سینا بستری‌های مکرر و بیماری‌های مختلف پوستی و گوارشی رو تا امروز داشت که به ذهنمون رسید ممکن نقص ایمنی باشه. آقا رضا هم بعد از خوردن وعده‌های غذای سنگین یا صبح زود که از خواب بیدار میشد علامت دار بود که براش گرد رو مطرح کردیم، که همون بیماری ریفلاکس معده به مری که براش درمان شروع کردیم. اما مریم و آقا محسن علیرغم اینکه کاهش وزن و علائم سیستمیک داشتن، معاینه ریه و اسپیرومتری مختل هم داشتن. مریم از اینکه هر بار که مریض میشه عفونت گوش پیدا میکنه شاکی بود. آقا محسن هم پوسته شور رو ذکر میکرد که از بچگی داشته. پس به این نتیجه رسیدیم که احتمالا مریم PCD داره و آقا محسن CF و برای بررسی بیشتر فرستادیمشون. بعد رفتیم سراغ گروه بعدیمون که مزمن و بدون علائم سیستمیک بودن ولی معاینه ریه غیر طبیعی داشتن. علی آقا ویز 2 طرفه داشت که احتمال آسم براش مطرح میشد و براش درمان شروع کردیم. آقا آراد یه ویز 1 طرفه داشت و در حال مشکوک چوکینگ بادوم زمینی چند وقت قبل رو میگفت که فکر کردیم ممکنه جسم خارجی مزمنی باشه که پیدا نشده قبلا و برای برونکوسکوپی فرستادیمش. پارمیدا خانومم یک کرکلی تو همه ریه هاش داشت که CT اسکن همراهی هم که داشت غیر طبیعی بود. براش برونشکتازی غیر CF و ILD رو مطرح کردیم که باید بررسی بیشتر میشد. 2 تا مریض آخرمون جزء دسته مزمن بدون علائم سیستمیک بودن که معاینه ریه‌شون سالم بود. شبنم خانم سرفه میکرد و شبا که تو خواب بود سرفه‌ش از بین میرفت و سرفه‌ش با استرس بیشتر میشد که احتمال تیک براش گذاشتیم و فرستادیم میشه روانپزشک. سوسن جان 2 هفته قبل سرماخوردگی داشت که بعد اون به سرفه افتاده بود و هنوز هم خوب نشده بود. اینم پست اینفکشن اسکاف بود که درمانش کردیم. اینم از تشخیص نهایی همه مریضامون که تونستیم قدم به قدم پیش بریم و به تشخیص درست با همه مریضامون برسیم.